سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 9 سپتامبر همراه شما. در تاجیکستان 24مین سالگرد استقلال ملی کشور را برخلاف سالهای پیشین خاکسارانه و بدون برگزاری مراسم‌های باشکوه ولی با نمایش‌های فرهنگی و هنری تجلیل کردند. از صبح روز 9 سپتامبر در پایتخت چاره‌بینی‌های جشنی از جمله برنامه‌های کنسرتی، نمایش خوراک‌های ملی و هنرهای مردمی، سیر و گشت‌های عیدانه تشکیل شد. در ناحیه‌های تاجیکستان از جمله در ناحیه قمسنگیر در ولایت ختلان در میدان مرکزی ناحیه نمایش بزرگ کنسرتی دایر کردند. در کولاب فرودگاه بین المللی شهر در روز استقلال جشن عروسی جفت‌ها و جشن ختنه‌سوری کودکان از خانواده‌های کم بی‌ضاعت را برگزار کرد. مقامات قدرتی تاجیکستان گفتند در ادامه عملیات بر ضد اعضای گروه مسلح عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع در دره رامیت یکی از اعضای گروه را کشتند. وزارت امور داخلی روز 8 سپتامبر گفت ضمن عملیات 7 تن دیگر دستگیر شدند و از آنها مقدار زیادی تیر و مهمات مصادره کردند. مقامات انتظامی میگویند از روز 4 سپتامبر تا کنون 60 عضو گروه عبدالحلیم نظرزاده را که به حمله‌های خونین به شهر دوشنبه و وحدت متهم می‌شوند دستگیر کردند و 18 نفرشان را کشتند. سبب‌های این عملکرد معاون وزیر دفاع تا کنون روشن نیست و نظامیان سابقه‌دار تاجیکستان هم میگویند نمی‌دانند که چرا او به این کار دست زد. ما از وقتی که سال 97 بعد امضای سازشنامه گرفت شدن وای کماندور 25 باتالیون شدگی بود. خیلی آدمی چیکار بگیم اگر اما تماما طرفدار حکومت بود، طرفدار سازشنامه صلح بود. خیلی بینید آهسته من تا عنوان گنرال رسید، معاون وزیر شد. چندین مراتبایی که ما خوردگی بودیم قطعیش یگان مراتبه نوارزیوگی هیچ وقت گفتگی نبود. من تماما حیران بودم که برای چی هم کار کرد. در حمله بامداد 4 سپتامبر به دستگاه مرکزی وزارت دفاع در دوشنبه و شعبه امور داخلی شهر وحدت 8 افسر میلیسا کشته شدند. مقامات تاجیکستان گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف با نام حاجی حلیم را گروه جنایت پیشه و تروریستی مینامند. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان در یک همایش در شهر کابل گفت نظامیان قدرتمند پاکستان می‌خواهند افغانستان معاهده موسوم به دیورند را بپذیرد که سرحد دو کشور را بیشتر از 100 سال پیش تعیین کرده است. رئیس جمهوری سابق افغانستان روز 8 سپتامبر گفت در زمان ریاست جمهوریش در کشور از او بارها چنین طلب کردند ولی کرزی با وجود پافشاری‌ها این عهدنامه را اعتراف نکرده است. را به گفته رئیس جمهوری سابق افغانستان عهدنامه مخالف منافع امنیت ملی کشورش است. سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان میگوید با وجود مقاومت به فوتبال بازان با مهارت استرالیا تیم ملی کشور بعد از گل دوم به باخت تن داد. در نشست خبری روز 8 سپتامبر و بعد بازی دو تیم در دوشنبه سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت до 53 минуты ребята выполняли установку. تا دقیقه‌های 53 وظیفه ها را فوتبالبازان تاجیک خیلی خوب اجرا می‌کردند، ولی در همان دقیقه 53-55 فوتبالبازان ما کمی خود را کنار کشیدند از اجرای وظیفه ها و ما شاهد فاجعه شدیم. فاجعه 3 گل. سرمربی تیم ملی استرالیا از بازی شاگردانش اظهار خوشنودی کرد و گفت با وجود مقاومت فوتبالبازان تاجیک به آنها میسر شد که بعد دروازه تیم ملی تاجیکستان 3 گل زنند. گل اول بعد تلاش زیاد به دست آمد ولی قبل از آن هم بازی زیر نظارت ما بود. تاجیکستان میخواست حساب را برابر کند ولی آنها کمی خسته به نظر می رسیدند و ما تا آخر به هدف رسیدیم. بازی دسته‌های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان استرالیا در دور 4 سبقت انتخابی جام جهان 2018 در منطقه آسیا شب سه شنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با پیروزی مهمانان با حساب 3-0 خاتمه یافت. تیم ملی تاجیکستان در گروه خود برای 3 بازی 1 گل به دست آورده است و در زینه پایانی گروه خویش قرار دارد. در یکی از محله‌های شهر کولاب سال‌هاست که ساکنان آن یکی از هنر قدیمی مردمی یعنی زرگری را ادامه می‌دهند و زندگیشان از همین حساب تامین است. در محله نانوای پایان در کولاب 4 خانواده زرگران زندگی می‌کنند و می‌گویند این هنر بیشتر از 100 سال است که با آنها از نسل به نسل می‌گذرد. ای بابامون
نسل به نسل اومده سه ای بابامون با مادرمون گذشت بعد ای مادرمون بعد با ما گذشت از خیلی هم خیلی آموخته آمدن بابای ما یکمی زرگری که در کلوب بود بابای استای زتلو میگفتن همون کس بودن. زرگران این محله میگویند بیشتر گردنبند، انگشتری و گوشوار و دیگر نوع جواهرات خریداری زیاد دارد و گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.